من دوست دارم خانواده های مسلمین این گونه باشند وقت پدر بزرگوار به خانه تشریف می آورد فرزندان خود را صدا بکنیم، انگیزه بدیم. فرزند باید انگیزه نیاز دارد. برای فرزند خود بگیم یک 4 کلمه تو هم صحبت بکن، بابا جان من بشنوم تو داخل ذهن تو، در فکر تو، در دل تو چی میگذرد. باز کنیم میدان برای گفتگو با فرزندان. خیلی از فرزندان جرأت نمی کنند به کنار پدر خود چیزی بگویند. جرأت بدیم، فرزندانمان را بال بدیم، اونها را به تهیج و تحرک در بیاریم. بگذاریم چیزی فرزندم بگه، مشوره کنیم با فرزند. اینا دستورات قرآنی و ربانی است. اصلا خدا میخواد اینطور باشه. خدا میخواد خانواده های مسلمین اینطور زندگی بکنن. فرزند من تو که رفتی به مکتب چی آموختی؟ لحظه صحبت بکن ما هم بشنویم. فرزند من رفتی پهنتون چی آموختی؟ لحظه آنچه که آموختی برای من هم بگو. پیش عالم رفتی چی آموختی؟ لحظه برای من هم بگو. بگذارید فرزند شما به گفتگو بیفتد. نگیم که فرزند خورده هنوز حق نداره سخن به میان بیاورد. من پدرم، من بزرگ خانه ام، من اجازه نمیدم فرزندم صدای خود را بکشد. این ابراهیمه، خدا به او وحی کرده، در برابر وحی خدا بازم مشوره می کند. نیازی به مشوره نیست. اما باید ابراهیم گونه پدران ما زندگی بکنن و اسماعیل گونه فرزندان ما. این ارتباط باید در میان خانواده ها حاکم باشد. پدر نیایه با این ریش سفیدش از دست فرزندش گلایه بکند، فرزند نیایه از دست پدرش گلایه بکند. این زمینه ها را تو فرزند مساعد نکن که پدر تو از دست تو بیاد پیش علما شکایت بکن، و تو پدر هم زمینه را مساعد نکن که فرزندت دلش بگیره، دل خود را به سنگ و دیوارها خالی بکنه. بگذارید صحبت بکند. خانواده زندان نسازید روی فرزندان، ولو که فرزند نمیداند. ما خیلی ها داخل خانه این فرزند من نمیداند، جاهله. میدانند، نگذاشتیم که این رشد بکند. اگر جاهله من و تو را جاهل کردیم. نگذاشتیم این فرزند ما رشد بکند. نگذاشتیم صدای خود را بلند بکند. نگذاشتیم حرف بزند تا بگه بابا سکوت. تو هنوز خوردی، تو هنوز کوچکی، حق نداری سخن به زبان بیاوری. این درس را حضرت ابراهیم و قرآن برای ما بیان می کند که بگذار فرزند شما هم چیزی بگه. وقت تو پدر به مسجد میایی، دست فرزند خود، اون نوجوان را میگم، دستش را بگیری بگی بابا جان بیا که بریم به خانه خدا، همراه تو میروم، من دوست دارم که تو در کنارم باشی. اگر سر سفره غذا در کنار من هستی، دوست دارم با عبادت کردن خدا هم در کنار من باشی. ابراهیم این گونه میگه برای فرزند خود. فلما بلغ معه السعی، وقت اسماعیل همکاری میکرد با پدرش، در کار خیر همکاری میکرد، دوش پدر بود. گاه فرزند یک تحرک نیاز دارد، چپ سعی میکنه طرف پدر خود، کی پدرم دستم را میگیرد مرا به خانه خدا میبرد. اینها را امتحان بکنید. تجربه های آسمانی است که الله رب العزت و الجلال برای ما بیان میکند.